در مردی مغز سرموجوشا شیرینی بندی دل مد و دوشا و دل گفتم که چند مذاق کنم ما خونی؟ بله مگه که واسه بر مویت زنم درسم که مویت بشکند تاریمو از دوست لیکن سلام دوستا، اینم بازار گرما ولسوالی لعل سرجنگل ولایت غور افغانستان. دوستا اینم کوچه بلر بازار گرما. آقا مخورد بچه چطور هستید؟ از کجا آمدید؟ کجا تو بازی رفتید؟ کجا رفتید؟ یا مکتب رفتید؟ تو بازی رفتید؟ خیلی گرم نبود؟ مزه داد نداد؟ خودت معرفی کن و به فرهنگ پیشی برو. سلام علیکم. کارلوی صاحب خوبید؟ خیر هستید؟ چطور کارلوی صاحب وضعیت دکانداری چطوره؟ بخی خواه فضل خدا خب شما چطور کارلوی؟ خواه چای مخور دیگه خلاص دیگه خب خدا پیش شما نوش جان بیا. باش کمی در دکاندار آمدیم که چی رقم است. سلام علیکم آقای خاوری، بخیر است سلامتی؟ چطور آقای خاوری؟ آقای خاوری چطور وضعیت دکانداری؟ خدا را شکر، خدا را شکر. خوب سوداگریت خوبه دیگه؟ سوداگری نیه؟ خب رفتم آقای خاوری، سلامت بشید. تشکر. هاش کنجی ما چطور عارف؟ خیرین. چطور چه وضعیت دکانداری؟ مزه نیه نمانی آه سادگیریه نیه دیگه تا رو بارشته باشه. باش که اینجا شیرینی سرای محمدی بریم چی خبر داخل از
سلام علیکم بچه ها. سلام علیکم. خب بخیره؟ جان تو جیره. سلامت باشی بخیر. والا خوبه دیگه دکانداری نیست. بدک بیه نه دوستا کشمش داره، نخود داره، چاکلیت داره. این دوستا دیگه اینم بازار بود. خب دکان برای تو است بیادر؟ خب دکاندار هستی؟ بشک چطور وضعیت بازار؟ والا وضعیت بازار مردم افغانستان دیگه وضعیت نداره، باز خوبه خدا رو شکر. بیا خدا رو شکر ان شاء الله درست میشه. خب چه رقم میگیری مردم وضعیتشون، وضعیت که خرید بازارشون، اقتصادشون ضعیف است، خوب است، متوسط است؟ اقتصادشون ضعیف دیگه. طبعا کاربار نیست به خاطر نه کشور ما شما کشور صنعتی نیست دیگه، مردم روی طبعا اقتصادشون تاثیر میذاره دیگه. خب شما چطور بیادر، خوب هستین؟ بخیر سلامتین؟ شکر. شما چی کاربار دارین؟ یه شیم دیگه کار. بیکار. خارزادتان است؟ بسیار عالی بسیار عالی. جوان خوشتی اینجا. شما چطور هستین؟ خوب هستین؟ بخیر سلامت هستین؟ شکر بخیر. شما چی مشغول کاربار دارین، مشغولیت دارین؟ ما دکان گوشت فروشی مرغ. بسیار عالی. چطور است وضعیت بازار مرغ؟ والا خوب هستن دیگه. خب کاروبار خوب نیستن دیگه. نیستن ها، مردم زیاد استفاده نمیکنن گوشت. بله. درست. خب جنس های شما همین است دیگه. بسیار عالی. خب بیادر چه توصیه داری برای جوانای بیکار، جوانای وطن؟ والا توصیه ما اینه که در جای است خوش و خوشتاب باشه دیگه، زحمت بکشه کار. درست بله. شما چه توصیه دارین برای جوانا؟ والا توصیه چی نداره. توصیه خاصی ندارن دیگه. بله افغانستان دیگه بیکاری و بدبختی. بله. خب بیا خدا رو شکر زیاد منفی فکر نکنیم، ان شاء الله درست میشه وطن ما شما. بله. کدام شعر پکایی که داشته باشین که برای جوانا بگین خوشحال میشن؟ والا استاد دیگه. استاد است دیگه، نه استاد شعر. شعر خاصی که یاد نداریم. میشنویم، مشکل نداره اگر تو شعر داشته باشین. بسیار عالی بخوانیم. آخرتم بانی یار کر مکنه آیا با بشیر خبر مکنه آیا خبر شونه دا بر ما استا بابا خبر شونه او گرم مکنه او گرمکی مغزی سرمو جوشه شیرینی بندی دل مد که او دوشه با دل گفتم که چند مذاق کنم ما با لبخندید که گو سالمو چوشم. بسیار عالی. شما کدام شعر پکایی چیزی داشته باشین؟ نه بیادر تشکر. خیر بین تشکر. دست شما در نکنه، زنده باشین. تشکر. عباس جان کدام شعر داری برای بیننده بخونی؟ بله میگه که واسه بر مویت زنم درسم که مویت بشکند، داری مو از توست لیکن ریشه عمر من است. واو